سلام علیکم دوستان عزیز. چون همیشگی من آنایت صدرالدین امروز با شما هم راستی گپ بار نخست امروز من میخواهم با شما در مورد وبای اثر کرونا ویروس صحبت یک نواری رو پیشنهاد نمایم. پیش از این میخوام برای شما قصه رو نقل نمایم. شاه آزمون رسامان اعلان کرد، یعنی که خود که ذوق بلند زیبایی پرستی داشت، آزمون اعلان کرد که تمام رسامان جمع شوند و یعنی که طبیعت را تصویر نمایند. شاه دو رسم بهترین را انتخاب کرده گرفت. یکی رسمی طبیعتی یک فصل بهار، آرامی، زیبایی، گلپوش، جویهای آب روان، طبیعت آسمان کبکبود، آفتابی، خلاصه آرامی و فراغت و فصاحت و زیبایی در طبیعت به یک ذوق بلندی رسامی تصویر شده بود. رسم دوم باشد برعکس، طبیعت نارام، ابرهای سیاه، رعد و برق، ریختن ژوله، آب از بلندکوها، یک طغیان و یک نارامی و به ترتیبانه نشب میشدگی تصویر شدگی بودند. خلاصه تمام آنچه که در رسم بود در یک حالت نااستواری نارامی بودند. اکثریت فکر میکردن که پادشاه رسم یکم رو جای یکم میدهد، لیکن فکر آنها خطا برآمد. پادشاه رسم دومی رو سزاوار جای اول دانست. همه در فکر بودن برای چی؟ شاه گفت که در این رسمی که میبینید من همین در درون موجهای پرتلاطم آب یک درخت سبزی است و در این درخت یک پرنده لانه مانده است، در لانه خود آرامانه زندگی دارد. اما من به همین خاطر این رسم را جای اول دادم، چون که انسان باید در همه گونه مشکلات و دشواری و حادثه هایی که به سر او میآید باید آرامانه مبارزه برده تواند، مقاومت کرده تواند. با این نقل من چی گفتنیم؟ در حقیقت امروز تهلکه واهمه کرونا ویروس تمام دنیا را به لرزه آورده است، در تمام دنیا سر و صدا های را آورده است. راستی گپ انسان باید برای این چی مطابق باشد، باید این چی را برای این مشکلات را گذاشتن آماده باشد، تیار باشد. راستی گپ اگر جهت آمدنی کرونا ویروس این باعث مرگ و باعث تلفات انسانیت باشد، از جهت های دیگر گویم برای ما یعنی که با منفعت ها نیز دارد. شخصا من یک چند فکر و ملاحظه های اختراع اوید این گفتنی هم نمیدونم شما چه قبول میدارید یا نه. شخصا این فکر و خلاصه من است. یکمین چیزی که من درک کردم یعنی که امروز جامعه جهانی در مجموع درک کردن که ما همه انسانیم، نابسته از دین، مذهب، ملت، نژاد، یعنی همه در یک فکر و یک جای شده برای رهایی یافتن از این وبا کمر همت بستن. دومین چه که من درک کردم و میخوام که این چرا شما هم علاقه حس کرده بستید، سر از رسانه ها از تلویزیون و دیگر جاها میشنویم میبینیم که بای ها، میلیونرها، یعنی که شخصانی دارا امروز ثروتمندان خالصاً از صدق رو به خیر و به سخاوت آوردن، دارایی خود را به نیازمندان، احتیاجمندان تقسیم کرده، کمک بی‌غرضانه خود را کرده ایستادند که این فعل نیک است. یعنی دارایان امروز دست به خیر و سخاوت زدن، این نشانه خوبی را نشان میدهد. دیگر اینکه تا یک اندازه بگیم مناسبت مردم با طبیبان کاسته شده بود. گویا که تا پول ندهید طبیبان نگاهت نمیکنن، نظارت نمیکنن، یعنی که گویا که
به جای مهر و محبت که پول اینو عوض کرده باشد، لیکن وبا و این کرونا ویروس نشان داد که نه، طبیبان حاذق بودن، حاذق میمونن. امروز ما دیده ایستادیم که آنها جان خود را در خطر گذاشته، از عائله و از فرزندان خود دور بوده، پوره برای نجات انسانیت دست به کمر زدند. خور و خواب درست را ندیده برای حفظ سالمی جامعه کمر همت بستند. یعنی این وبا برای ما نشان داد که ما به طبیبان نیاز داریم. طبیبان برای ما در کار شخصیت ها هستند، بودند و میمونند. یک چیز دیگر رو نیز باید قید نمایم که هدف چهارمی که جمهوری تاجیکستان پیش گذاشت این صنعتی کنونی جمهوری تاجیکستان است. لیکن مردم به همین چیز آنقدر حتی وضع صاحبکاران نیز درک همین چیز را نمیکردند. لیکن همین وبا، همین کرونا ویروس که سبب گشت که معاملات داد و گرفت یک مدت بین دولت ها قطع گردد، این ما را وادار کرد که ما به استحصالات علیه دست زنیم. یک مثال عادی، یک نیم ماه پیشتر وقتی که من نقاب از داروخانه گرفتم، تانکه کمچین شده، نرخش بلند شد. تام برای چی؟ تانکه از خطای می اومد حضور که راه محکم شدن، برای از همین جهت نرخش بلند شد. واسه که کمتر خنده‌آورم بود که نخود یک نقاب از دیگر دولت بیاد. و این روز خوشبختانه در تمام من بگم، حتی ما تلویزیون نگاه کردیم، در چندین کارخانه‌های صنعتی دوزان، حتی می‌بینید که دوزنده‌ها در خانه‌های خود علاقه این چیز را آماده کرده، تیار کرده شدن. یعنی این خودش نشانه رو آوردن به صنعتی کنونی است. یعنی که برای غذا تیار کردن، برای استحصال محصولات وطنی، اشیاءهای خام کشور خودمان کار کردن، در این یک شرایط خوب علاقه فراهم آمد که ان شاء الله بعد کرونا ویروس ساحه صنعتی کنونی جمهوری تاجیکستان با یک سرعت تیز ان شاء الله و پیش می رود، چون که علاقه ما درک کردیم که ما باید خودمون کارخانه داشته باشیم، استحصالات داشته باشیم و اهالی خود را تامین کرده توانیم. یک مورد دیگر رو نیز بیان کنم که کرونا ویروس در همه گونه دولت ها به قید گرفته امروز در جمهوری تاجیکستان ما نیز در عرفه ماه مبارک، ماه رمضان، دوره کرانتین به قید گرفت، یعنی که سر زد. این هم یک فعل نیک هست. برای چی؟ چون که مرد در ماه رمضان، مردم مسلمان باید که از هر گونه رفتار و کردارهای بد دست کشد، با طاعت و عبادت مشغول شود، یعنی که عملهای خیر و عملهای نیک زیادتر کند، زبان خود را از هر گونه سخنهای بد نگاه دارد، نگاه خود را، چشم خود را از هر گونه بدی ها حفظ نماید. یعنی اگر ما امروز انا همون رکنهایی که در ماه مبارک رمضان خداوند برای ما فرموده است اگر رعایت کنیم، انشاءالله این بیماری آسان و سبک از سر مردم ما برطرف می شود. چون که اکثریت مردم راستی گپ نه از خودی کرونا ویروس، از واهمه و از وهم آن فوتیده ایستادند. در این مثال یک قصه میارم، یک نقلی میارم برای شما که یعنی که یک وقت لازم آمد که با کشتی به جای دیگر مسافرت کردن، دیگر علاج راه نبود و در این کشتی یک شاعر نیز که یگان مراتبه در آن نشستگی نبود، کشتی را دیدگی نبود، او در ترس و در تهلکه می افتاد. میگه که نه، من به این کشتی نمیشینم، در بین آب اگر رفت این غرق شود من مردن نمیخواهم. با او فهماندن که کشتی خود نجات است، از حفظ میکند از غرق شوی.
اگر رفت و با کشتی حادثه شود، در آن با قیق ها، یعنی که کشتیچه های مخصوص هست که برای نجات انسان درون این کشتی جا کرده شده است. گفت من میترسم که اگر رفت و حادثه شود، با به همین کشتیچه ها مرا جا نشود و من غرق شوم. نه، من نمیروم. مردم تبسم کردن و گفتن که تو وهم نکن، اگر رفت و به کشتی هم اگر تو رو امکان نشد، ما بالون های مخصوص هست که کامیرایی که دم کردگی، یعنی که آن رو در میان خود میگیری و روی آب میمونی، آب تو رو غرق نمیکند. شاعر با هزار ترس و وهم به کشتی میشیند، لیکن وقتی که شب فرا میرسد میگه برای من ان همان بالون، همان کامیرا را بیارید، چون که مبادا که در وقت خواب بودن من کشتی غرق شود. وقتی سحر می شود میبینند که بیچاره این مرد بالون در میان خود الکی جان داده است، یعنی که حتی کشتی غرق نشده، یگان حادثه بد روی نداده، این خود همین چی را در معنی سر خود ساخت، یعنی که از همین چی بسیار ترسید و هراسید و همین بلا به سر او آمد، یعنی وهم او را کشت، نه غرق شوی. برای همین مردم تاجیک، ما مردم مسلمان هستیم، ایمانمون قوی است، ما میدونیم که خداوند، یعنی که آن یک چیه که در قسمت ما می نویسد، این رشته عمر است، چقدر عمری که خداوند برای ما نصیب گردانده باشد. ما دیده ایستادیم که آدما از آشنای بلند میافتند نمی میرند، دیده ایستادیم که کسای این بیماری سرطانی که الکی امید برای زندگیشان نیست، لیکن اونها با زنده میمونند. ما دیده ایستادیم آدما چندین بار جراحت ها میگیرند با زنده و سالمند، یعنی که میبینیم که در چقدر صدمه ها غیر امکان است، لیکن آدما زنده میمونند. برای همین هراس کردن در کار نیست، عقل سالم را کار فرمودن در کار است. این گذرنده است. این همچنین به مثل همون گریپ معمولی که ما میگیم یک بیماری، یعنی که موسمی است، فقط با خرد و با عقل و ذکاوت خود کار کردن در کار. برای همین اصلا که من ماه رمضان دم بسیارتر طاعت، عبادت، تلاوت کردن ضرور هست. با این کرانتین خودش برای ما یک فراهم شرایط داره که ما وقتی زیادی خالیگی که داریم با مطالعه کتاب‌های ادبی و بدیعی عرفانی و کتاب‌های علمی مطالعه کردن مشغول شویم، یعنی که فرصت خوبی معنویات خود رو زیاد کردن است. با مطالعه مثلا قرآن مجید هر صبح میتونیم که زیادتر مشغول شویم، یعنی که این کرونا ویروس امروز در همه وقت ساعت برای ما اومدنش این از آن است که معنویات ما باید شدنش در کار، معنویات ما زیاد شدنش در کار و معنویات ما غالب اومدنش در کار هست. در بعضی محفل و بعضی معرکه ها وقتی که میشتیم صحبتی بعضی ما رو میشنیدیم میگن که امروزها مهر و محبت بین عقیده‌داری و خشتباری کمده شده ایستاده است، مهر و محبت نمونده است، به جای اون پول مهر و محبت رو گرفته ایستاده است. همین خیلی فکرها رو راستی میشنیدیم، لیکن نه، من راستی از اول به این چیز انقدر ریزان نبودم، چون که مهر و محبت این خون است، این باید هست بود میموند. و خودی این کرونا ویروس یک بار دیگر نشان داد که مردم به یکدیگر زیج شوند، مناسبت خشتباری، مهر و محبتی، برادری و دوستی را با زیادتر نمایند. الکی حس کردن، درک کردن که این مهر و محبت رو با یگری و پول گرفته نمیتواند، یعنی که این اومدنی وبا این باعث زیاد شدن مهر و محبت در بین یکدیگری ما شد. و
یک قصه عجیب دیگر رو نیز برای شما بگم. میگن که در دو چاه میکنن و در هر دو این چاه 2 نفر رو میپرتاین. دیگری رو میگن که تو زیغ نشو، بعد 2-3 روز اومده شما رو از اینجا گرفتن میبرن. و دومی رو گفتن که حوالت به خدا، چی هنری داری، چی امکانیتی داری، استفاده بر، از اینجا تو رو هیچ کس نمیبره. بعد 3 روز اومده میبینن که آنی را گفته بودن که تو هیچ جا نرو، تو رو اومده میبرارن، در درون چاه جان داده است. و دومی میبینن نیست. یعنی البته اون کس دومی حس کرده بود که یعنی که برای نجات خودش باید حرکت کردنش در کار، خودش مبارزه بردنش در کار. او داد زد، او با ناخونها برای پای ماندن خود جا تیار کرد. او خلاصه چیکار کرد که او الکی غلبه کرد برای زنده ماندن، برای زندگی را دوام دادن. این وبا کرونا ویروس امروز مردم تاجیک هشدار کرد که ما برای زندگی خودمون پیش بردن باید اکنون معاینه آب کنیم. یعنی بعد این انشاءالله رحمان به حد نابغه های بهترین تاجیکان علاقه در جامعه نه تنها تاجیکستان، جهانی یک خود را نشان داده می توانند. خود در ساحه طب، خود در ساحه کشاورزی، خود در ساحه ساختمان و صنعت کنونی. خلاصه یعنی که این یک شهادت است، یک گواهی است که در تاجیکستان عزیز ما نابغه های نو پیدا می شوند. یعنی که برای برآمدن از این مشکلی ها، از این وزنینی ها، چون که ما درک کردیم که خودمون نیز باید این مشکل رو پس سر نماییم. خودمون باید که مثال میارم، مثلا مردم کوهستان زندگی کردگی شخصیت این چیز بسیار درک میکنن. وقتی ما به بلندی کوه میبریم خود را همچنین قهرمان، غالب، یک احساس غرور و یک توانایی را در خود احساس میکنیم که قله فتح کردیم. و بعد چند میبینیم که با یک قله دیگر از این بلندتر نمایان است. یعنی که باز در دل ما ذوق، خواهش پیدا میشد که با اون قله نیز برآمده ببینیم. لیکن یک چیز را فراموش کردن در کار نیست که برای قله دومی برآمدن اول یک پایین فرآمده، بعد برآمدن امکان پذیر است. برای همین تاجیکستان عزیز ما که امروز به حد هدف‌های بقوت دارد برای استحصالات و برای صنعت کنونی و برای آبادکاری و برای برآوردن مردم مخصوصا با فرهنگ و با معنویاتی بلندی خود در جامعه جهانی خود را نشان دادن و ما مقصد گذاشته هستیم. یعنی انشاءالله رحمان بعد گذشتن کرونا ویروس ما به همین قله فتح، به همین قله مرادی که امروز هدف یگانه دولت ما است، انشاءالله به این میرسیم. و مردمی که امروز در وقت کرانتین قرار دارند یک لطیفه با آنها مراجعت کردنیم. روباه بچه به مادرش میگد که مادر جان برای من حیله ها بیاموز تا اینکه وقتی که من به کوچه میبرایم سگ ها را بینم و چقدر از آنها خلاصی یابم. مادر میگد که پسرم حیله ها به حد زیادن، صدها حیله هست که تو از چنگال سگ خلاصی یابی، لیکن از همه حیله بهترین این است که تو در خانه بنشینی، نه تو سگ رو بینی و نه سگ تو رو بیند. با این چی گفتنیم؟ آنهایی که امروز در وقتی کرانتین قرار دارید، شما امکان و قدرتی به کمک رساندن، یعنی که سهم گذاشتن به دردمندان و به نیازمندان ندارید، امروز همین دوره کرانتین در خانه های خود گذراندن،
اهل اویله خود را از همین چی حفظ کردن، این خودش یک خدمت است به خلق و جامعه و کشور عزیز ما. یعنی بهتر آن است که دوره کرانتین در خانه گذرانید و نه شما همون کرونا ویروس ببینید و نه همون کرونا ویروس مهمون شما باشد. باقی به تمام مردم تاجیکستان، به هر یک شما تنی صحت، وقت خوش، خاطره خوب تمنا میکنم و خواهان اونم که تاجیکستان عزیز ما را خداوند بزرگ از این بلا ایمن نگاه دارد و عقل و خیرت و معرفت تاجیک غلبه نماید. تشکر و دقتتان.